یک چیز دقیق است که من هیچگاه به حامی رقم یکی تروریستان در دنیا که بیشک همین گونه است اجازه نمیدهم صاحب سلاح هسته‌ای شود. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در پیامی سالانه‌اش به کنگره باری دیگر تاکید کرد که موقع‌گیریش در برابر ایران جدی است. 10 سالها با سیاست ایالات متحده این است که به ایران اجازه داشتن سلاح هسته‌ای را ندهد. از آن وقتی که 47 سال پیش ملت سربلند را زیر نظارت گرفتند، این نظام و زیردستان قاتلش جز ترور، مرگ و نفرت کار دیگری نکردند. دونالد ترامپ به سرکوب اعتراضهای آخر ماه دکمبر سال گذشته و اولی امسال در ایران اشاره کرد. آن زمان هزاران ایرانی با اعتراض به بالا رفتن نرخ و بی‌قرب شدن پول ملی به خیابان‌ها ریختند. مقامات جمهوری اسلامی ایران ناراضیان را بی‌رحمانه سرکوب کرد. تنها در چند ماه اخیر در اعتراضها طوری به نظر می رسد 32,000 نفر را کشتند. 32,000 اعتراضگر را در کشور خودشان. ایالات متحده آمریکا با آبهای اطراف ایران نیروی زیادی نظامی از جمله 2 ناو بزرگ هواپیمابر و صدها هواپیمای جنگی فرستاده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت ایران موشک‌های ساخته است که تا اروپا میرسند و آنها تلاش دارند موشک‌های سازند که تا خاک آمریکا نیز رسند. ترامپ گفت در حمله سال گذشته پیش راه ایران را برای ساختن سلاح هسته‌ای گرفت، ولی حالا باز این کشور تلاش دارد که از نو سلاح هسته‌ای سازد. و در همین لحظه باز هم آنها هدفهای بدی را دنبال میکنند. ما با آنها مذاکره داریم. آنها میخواهند سازش کنند، ولی تا حال سخن اصلی را نشنیدیم که گویند ما هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. برتری میدیم که مشکل با راه دیپلماتی حل شود. گفت و شنود نوبتی ایالات متحده آمریکا و ایران قرار است روز 26 فوریه در شویتزاریا برگزار شود. تا کجا آنها به سازش میرسند معلوم نیست. در واشنگتن ده‌ها تن از دموکرات‌ها در کنگره سخنرانی ترامپ را تحریم کردند. آنها چاره‌بینی علاهیده برگزار نمودند که در آن سیاست‌های ترامپ را تنقید کردند.